دوستان سلام، وقت همگیتون بخیر. بنده دکتر خسروپور هستم. با یه تست زبان تخصصی دیگه در خدمتتون هستیم. توجه بفرمایید، بازم اشاره میکنم که زبان تخصصی واقعا نسبت به زبان عمومی ساده تره، چون اصطلاحاتی هستش که بارها شما به گوشتون خورده و باهاش آشنا هستید. براتون یه چیز غریبه نیستش، یه چیز جدید نیستش. پس فقط کافیه که یک مقدار دقت کنید و مطالب روتین درسی خودتون رو خوب خونده باشید. مثلا اگر رشته بیوشیمیه، مطالب بیوشیمی رو خوب بلد باشی که به راحتی بتونه به این سوالات پاسخ بدی. خب بریم سراغ سوال. دقت کن، خیلی ساده است. گفته که تمام گزینه‌های زیر در مورد تشخیص فئوکروموسیتوما صحیحه، بجز خب ما با فئوکروموسیتوما آشنا هستیم. تو قسمت سیکل کربس و بیماری‌های مربوطه یه اشاره‌های کوتاهی داشتیم در موردش. می‌دونیم که فئوکروموسیتوما یکی از دلایلش چی هستش؟ جهش در آنزیم سوکسینات دهیدروژناز. خب چیز خاصی پس تا اینجا نداره واسمون، اما تشخیصش خیلی مهمه. دقت داشته باشید. گزینه الف گفته چی؟ گزینه A گفته چی؟ گفته که متانفرین ادراری. دقت کن، خیلی راحت اگر بخوای معنی کنی. متانفرین ادراری اندازه‌گیری میشه برای اهداف تشخیصی. خب این گزینه رو داشته باشیم. گزینه B گفته که مهار کننده های مونوآمین اکسیداز منجر به خطای مثبت میشن، مثبت کاذب. گزینه C گفته چی؟ گفته که از تست آلفا 2 آگونیست ها استفاده میشه برای تایید بیماری. و گزینه دی رو دقت کنید، گفته که بیشترین متابولیت دفعی در ادرار وانیل مندلیک اسیده. فکر کنم کامل دستتون اومد که از چی میخوایم صحبت کنیم و پاسخ چی میشه. پاسخ میشه گزینه بی. اما بیایم با هم بررسی کنیم. من اگر شمرده صحبت میکنم، چون منم مثل شما دارم به همین زبون انگلیسی دارم میخونم و معنی میکنم. میخوام شما هم بدونید که کار ساده‌ای، همچین کار پیچیده‌ای نیستش. اما میون سراغ گزینه ها. دقت کنید چی گفته. گفته که تشخیص فئوکروموسیتوما بر اساس افزایش کاتکولامین ها و متابولیت های دفعیشون نظیر وانیل مندلیک اسید و متانفرین انجام میشه. خب این که مشخص، درسته. نکته بعدی رو دقت داشته باشید. گفته که مهار کننده های مونوآمین اکسیداز سبب خطای منفی میشن. خطای منفی میشن. این نکته خیلی مهمه. اینو برای خودتون یه جا یادداشت کنید. مهار کننده های مونوآمین اکسیداز سبب خطای منفی در تشخیص این بیماری میشن. دلیلش چیه؟ چون منجر به تجزیه کاتکولامین ها میشن. بریک داون. نکته بعدی گفته آزمون مهاری کلونیدین یا تست مهاری کلونیدین استفاده میشه جهت تشخیص و تایید این بیماری. نکته بعدی دقت داشته باشید. استفاده از کلونیدین در افراد طبیعی منجر به کاهش ترشح کاتکولامین ها میشه، اما در بیماران دچار فئوکروموسیتوما این کاهش رخ نمیده. در حقیقت کلونیدین داره چیکار میکنه اینجا؟ داره تولید نورپینفرین توسط سیستم سمپاتیک رو مهار میکنه. دقت کردید؟ بنده هم مثل شما خوندم. پس برای خودتون غول نسازید. تست های زیادی در راهه، همه رو براتون به اشتراک میذاریم. فقط شما لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید که این قبیل فعالیت ها ادامه دار باشه.